مردی خری داشت که پایش در گل فرو رفته بود و مرد از شدت غم نمیدانست که چه کند. بیابان بود و باران میبارید و سرمای هوا همه جا را فرا گرفته بود. همه شب در این قصه تا بامداد، سقط گفت و نفرین و دشنام داد. نه دشمن برست از زبانش نه دوست، نه سلطان که این بوم و برزان اوست. مرد تمام شب را در این قصه تا صبح با دشنام و نفرین سپری کرد، از دوست و دشمن گرفته تا سلطان که آن وادی متعلق به او بود را زیر بار لعنت قرار داد. از قضا پادشاه آن سرزمین همراه با خدم و حشم از کنار مرد می‌گذشت و سخنان او را شنید، اما نمی‌توانست جوابی دهد و نه تحمل شنیدن داشت. ملک شرمگین در حشم بنگریست که سودای این بر من از بهر چیست. یکی گفت شاها به تیغش بزن، که نگذاشت کس را نه دختر نه زن. نگه کرد سلطان عالی محل، خودش در بلا دید و خر در وحل. پس با خشم به حشم خود نگریست و گفت دشمنی این مرد با من از بهر چیست؟ شخصی گفت سرورم، او را با شمشیر مجازات کن که با دشنامهای خود زن و دختر هیچ کس را امان نداده است. پادشاه نگاهی کرد و خودش را در میان بلا و خر را در میان گل و لای دید. ببخشود بر حال مسکین مرد، فرو خورد خشم سخنهای سرد. زرش داد و اسب و قبا پوستین، چه نیکو بود مهر در وقت کین. پس به حال مرد بیچاره رحم کرد و خشم خود را فرو خورد و با طلا و اسب دلش را به دست آورد. چه نیکوست که در زمان خشم مهربان باشی. شخصی گفت ای پیرمرد بی‌عقل، از مرگ نجات یافتی. پیرمرد گفت ساکت باش که اگر من از دردم نالیدم، پادشاه در شأن خودش بخشندگی نمود. بدی را با بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء. اگر بدی را با بدی پاسخ دهی آسان است و مردان است که بدی را با نیکی دریابند.